دوستان سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. اومدم امروز با یه ویدیوی جالب و میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری برای رشته مهندسی پزشکی تو کشورهای امریکا و کانادا اپلای کنید. خب این سوال برای رشته‌های مختلف خیلی برای ما تکرار میشه و بچه ها میپرسن و میخوام بدونن که چجوری میتونن اپلای کنن و مهمتر از اون که اطلاعاتی که نیاز هست رو چجوری پیدا کنن. به خاطر همین ما یه سری ویدیوها راجع به برخی از رشته‌ها قبلا داشتیم و حالا تو ادامه میخوایم تا جای ممکن برای رشته‌های مختلف این موضوع رو کاور کنیم. پس با من تو این ویدیو همراه باشید. قبل از هر چیزی خوشحال میشم که اگر این ویدیو فکر میکنید موضوعش براتون جذاب و برای افراد در واقع دوستاتون و افرادی که میشناسید اون رو با بقیه شیر کنید، لایک کنید تا در واقع این دلگرمی به ما بدید که ما ویدیوهای بهتر و بیشتری بتونیم براتون تولید کنیم. خب برای شروع ما از سایت تاپ یونیورسیتیز که رنکینگ در واقع QS دانشگاه هست و یکی از معتبرترین رنکینگ ها هست شروع میکنیم. وارد این سایت میشیم و اینجا اگه ببینیم از قسمت رنکینگ میتونیم بر اساس دسته‌بندی موضوعی در واقع رشته‌ای رنکینگ دانشگاه رو داشته باشیم. وقتی که وارد این صفحه بشیم میتونیم بر اساس رشته‌های مختلف این رنکینگ رو ببینیم. تو بخش انجینیرینگ و تکنولوژی که مهندسی هست میبینیم که به تفکیک یه سری از رشته ها رو که در واقع حالا پرتکرارتر هستن و عمومیت بیشتری دارن رو آورده. ما اینجا به طور مشخص بایومدیکال انجینیرینگ رو نمیبینیم، اما اگه ویو فول لیست رو بزنیم به صورت کلی رده‌بندی مهندسی رو برامون میاره. یه سری فیلترها هم ما اینجا داریم که با استفاده از این فیلترها میتونیم حالا اون کشور مد نظرمون، حالا اگه شهر خاصی باشه و موارد دیگر رو فیلتر کنیم و دقیق تر حالا به صورت شخصی سازی شده این لیست رو ببینیم. ما میخوایم برای کانادا و امریکا این کار بکنیم. اول از همه برای کانادا من اینجا رو اگه فیلتر بکنم، خب میبینیم که این رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس رشته های مهندسی، همه رشته های مهندسی است. دانشگاه تورنتو اول، بریتیش کلمبیا و به همین ترتیب UBC در واقع واترلو و به همین ترتیب ما دانشگاه دیگر رو هم داریم. حالا به عنوان نمونه من دانشگاه مکمستر رو که دانشگاه تو همیلتون، شهر همیلتون هست رو میخوام بیام ببینم و با همدیگه بررسی بکنم. خب وقتی این دانشگاه گوگل کنیم وارد سایتش بشیم، اینجا توی همون هوم پیج و صفحه اصلی میبینیم که اولین چیزی که به ما گفته و در واقع ما رو داره اشاره میکنه، در واقع به ما نشون میده اینه که فیوچر استودنت و دانشجوهای در واقع آینده دانشگاه هست که خب تفکیک و دسته‌بندی هم اینجا داره. ما اینترنشنال هم میتونیم وارد شیم. میخوایم ببینیم اول برای مستر و دکترا اصلا چجوری شرایط. میتونیم از قسمت ادمیشن هم وارد بشیم. بچه معمولا این نکته من بگم، توی سایت دانشگاه که وارد میشین معمولا از روش‌های مختلفی میتونیم به اون اطلاعاتی که میخوایم برسیم. اینجا از طریق ادمیشن میشه، از طریق گریجویت استادیز و حتی اینترنشنال هم میشه. حالا به عنوان نمونه من از قسمت گریجویت وارد میشم. اینجا اگه وارد بشیم یه کمی اگه بیایم پایین‌تر میبینیم که اطلاعات مختلفی گذاشته که شما در واقع فیچر گریجویت استودنت هستید و در واقع مسیری که باید طی کنید چی هست. مثلا گفته که اگه آفرتون رو اکسپت کردید بعدش چه اتفاقی میفته. ببین این اطلاعاتی که شما نیاز دارین دقیقاً توی سایت دانشگاه است. فقط باید اینکه فرصت بذارین و با حوصله این کار رو انجام بدید که من سعی می‌کنم کار رو براتون راحت تر کنم. اما بیایم ببینیم که اصلا چه پروگرامایی هست. حالا ما می‌خوایم به طور مشخص برای مهندسی پزشکی این کار رو انجام بدیم، اما این پروگرام‌های دیگر هم ببینیم. اینجا می‌بینید که وقتی وارد پروگرام‌ها میشیم لیست کاملی از پروگرام‌ها و برنامه‌های تحصیلی دانشگاه رو به شما ارائه میده که توی 6 تا دانشکده هست و بیش از 100 برنامه تحصیلی رو میتونیم داشته باشیم که براش اپلای کنیم به عنوان یک حالا دانشجو بر گریجویت که مستر یا دکترا هستش. خب اینجا اگه بیایم پایین‌تر بازم فیلترها رو میبینید که بر اون اساس شما میتونید فکلتیتون رو انتخاب کنید، میتونید حالا اون مدرکی که مد نظر هست و موارد دیگر رو انتخاب کنید. اگه ببینیم اینجا بایومدیکال انجینیرینگ رو
به طور مشخص اینجا تو این دسته‌بندی میبینیم و توی نگاه هم خیلی خوب اومده به ما گفته که برای هر رشته چه مدرک هایی ارائه میشه. اینجا Master of Applied Science MD که همون مدیکال دکتر هست، یا PhD و PhD هست که خب یه دید خیلی خوبی در همون ابتدای کار به ما میده. ما میخوایم پروگرام دیتیلز رو بزنیم و وارد بشیم ببینیم حالا جزئیات این پروگرام چی هست. خب 4 تا آپشن داریم. Master of Applied Science هست، PhD هست، MD و PhD هست و Accelerated Master of Applied Science. این Accelerated همونطور که از اسمش پیداست سریعتر و زودتر در واقع تموم میشه. پروگرام 1 ساله هست و حالا جزئیاتش هم اینجا به ما گفته دیگه که به طور متوسط معدل 77 تا 79% مد نظرش هست که همون بی پلاس هست و اینکه حالا تز بیست فول تایم معمولا ورودش تو ماه می هست و اینم ددلاین ها. بنابراین میبینید که کامل این اطلاعات رو به ما گفته. حالا این موضوع، این اطلاعات توی دسته‌بندی های مختلف هم هست. اینجا ببینید مستر در واقع اون کارشناسی ارشد معمولی که 2 ساله هست، ورودیاش سپتامبر و ژانویه و می هستن. همینطور دکترا که 4 ساله هست به طور متوسط، میتونه معمولا بیشتر هم باشه و همینطور اون پزشکی که 7 سال به بالا هست. در واقع این حالا پزشکی به طور خاص شاید برای افرادی که دوست داشته باشن پزشکی بخونن و یا پزشکی خوندن بتونن برای رشته بایومدیکال انجینیرینگ اپلای کنن. البته در نهایت به پزشکی ختم نمیشه ولی خب مشترکات داره و شاید برای افرادی که خودشون پزشکی تو ایران خوندن و مشکل دارن برای اپلای کردن بتونه گزینه مناسبی باشه. حالا باز میتونیم اطلاعات بیشتر رو از سایت بگیریم. به عنوان نمونه ما میخوایم ببینیم که حالا یکی از اینا رو وارد میشیم ببینیم که شرایط اپلای جزئیاتش به چه صورت است. اینجا ببینید ویو پروگرام دیتیل سایت و اینم حالا تقویم آموزشی هست. قبل از اون در واقع فیلد هایی که شما ریسرچ انجام میدید خیلی مشخص گفته که بایومتریال و مهندسی بافت تیشو انجینیرینگ هست، ایمیجینگ تصویربرداری یا خود تکنولوژی بایومدیکال هست. خب حالا ما وارد سایت این پروگرام میشیم. تو همون ابتدای کار میبینی که برای پی اچ دی گفته که کوآپ آپشنال هست. خب من یه توضیحی بدم شاید بچه‌هایی که آشنا نباشن با این موضوع. کوآپ یه چیزی شبیه کارآموزی خودمون هست که ما تو ایران داشتیم و این امکان رو به شما میده که بخشی از تحصیلتون که معمولا 1 تا 2 ترم هست شما برید توی شرکتی حالا داخل دانشگاه یا حتی خارج دانشگاه کار بکنید و یه سابقه کار کانادایی برای خودتون در واقع ایجاد بکنید که این خیلی کمک میکنه بهتون که بعد از فارغ التحصیلیتون بتونید با اون شرایطی که ساختید قبل و اون کانکشن هایی که احتمالاً ایجاد کردید راحت تر بتونید کار اولتون رو پیدا کنید و خب از لحاظ مالی هم میتونه کمک خیلی خوب باشه. بنابراین این یه آپشنیه که بعضی از پروگرام ها دارن و میتونن به شما یه کمک در واقع بیشتری علاوه بر اون فاندی که احتمالاً بتونید از دانشگاه بگیرید بدن. این توضیح رو حالا خواستم بدم. راجع به این هم میتونیم بعداً حالا یه ویدیوی مجزا داشته باشیم. خب خیلی دسته‌بندی شده و مشخص اینجا ما اطلاعات رو میبینیم که توی این در واقع تبای مختلف شما میتونید دقیقاً اون اطلاعاتی که لازم هست رو بگیرید. اولا که اینجا ببینید خیلی به صورت خلاصه گفته که در واقع اون چیزایی که اون در واقع کانتکت اینفورمیشن که شما نیاز دارید رو اینجا گفته. البته این رو در نظر داشته باشین حالا این ایمیل و شماره تلفن برای دانشجوهای فعلی دانشگاه است، اما خب ما اگه وارد قسمت ادمیشن بشیم اینجا دیگه اطلاعاتی که شما میخواید رو کامل گفته. خب این یه شمای کلی از اطلاعات هست. به طور مشخص گفته که مینیمم معدل بی پلاس مد نظرشون هست. توضیح داده که این ادمیشن کامپتیتیو رقابتیه و موارد مختلف رو میبینید حالا اینجا به صورت در واقع توضیحی و تو جملاتی گفته و خیلی دقیق شما میتونید اطلاعات رو بخونید. مثلا چیزایی که مهمه اینجا بولد کرده گفته که این اپلیکیشنی که شما پر میکنید باید
اگر شامل هیچ یک کدوم از اینا نشه کامل نیست. چه چیزهایی؟ اون مدرک زبان انگلیسیتون، Statement of Interest یا Statement of Purpose که همون SOP هست، CV رزومتون، و همینطور ریزنمرات undergrad و گردتون، recommendation letter هاتون که 2 تا هست، و اینا تمام اون چیزایی که شما نیاز دارید برای اپلای کردن به این دانشگاه، که خب همه این موارد رو هم ما میتونیم بهتون کمک کنیم و در اختیارتون بذاریم. و همینطور حالا یه سری توضیحات تکمیلی داده راجع به مدت تحصیل که حالا اینو با هم قبلا دیدیم گفته. و برای international applicants که ماها هستیم به طور مشخص آیلتس و یا تافل، یکی از این دوتا. بچه یه توضیح دیگه بدم که لزوما آیلتس داشتن و دادن مزیت نیست و همینطور تافل هیچ فرقی نداره. هر دوی این آزمون ها مورد قبول اکثر دانشگاه هستن که تافل رو هم حداقل 88 ازتون میخواد و آیلتس رو هم اینجا اگر با هم دیگه پیدا کنیم، حالا یه مقدار از لحاظ بصری شاید زیاد جالب نباشه، آیلتس رو هم 6.5 ازتون میخواد که نمره خیلی خیلی بالایی نیست، نمره معقولی هستش. راجع به ریکامندیشن لتر ها، استیتمنت اف پرپس و رزومه هم خیلی مختصر یه توضیح هایی داده. بعد دیگه شما میتونید در واقع اون برنامه تحصیلی رو ببینید و حالا اینا رو که همه رو ما متوجه شدیم، قصد داریم برای دانشگاه اپلای کنیم. 2 تا ترم ورودی، ژانویه که ترم زمستون هست و سپتامبر ترم پاییز، به طور مشخص ددلاین ها رو گفته. ددلاین 2 تا، حالا اینجا دقت کن که 2 تا ددلاین گفته. این ددلاین اول برای ماها نیست، ما ددلاین اینترنشنال رو بعد نکنیم. همیشه اینجوری نیست ولی بعضی دانشگاه این ددلاین ها رو جدا میکنن. خب پس ما اگه ترم زمستون بخوایم اپلای کنیم تا 1 جولای باید اپلای کرده باشیم برای دانشگاه، و اگه ترم سپتامبر بخوایم وارد دانشگاه بشیم که همون ترم پاییز خودمون هست، باید تا 15 مارچ این کار رو انجام بدیم که زمان خوبی هم هست، یه فرصت خوبی میده، خیلی هم ددلاینش زود نیست. شاید برای همین امسال هم برای شما در واقع مناسب باشه و فرصت خوبی باشه. و خیلی مشخص و واضح اینجا اپلیکیشن چک لیست رو گفته. تمام اون چیزایی که نیاز داریم برای اپلای کردن به این دانشگاه رو به صورت دسته‌بندی شده توی 7 تا قدم به ما گفته و همینطور اپلیکیشن فی $110 دانشگاه که باید پرداخت بشه. و همینطور خیلی مشخص به صورت بولد اینجا گفته که تا زمانی که همه این موارد دریافت نشه و اون اپلیکیشن شما به اصطلاح سابمیت نشه، اپلیکیشن شما بررسی نمیشه. پس این موضوع خیلی مهم هست. اینجا هم یه بار دیگه یه داکیومنت چک لیست مجددا برای ما آورده که میتونیم اینا رو با هم دیگه ببینیم. باز یک راهنما برای ادمیشن آورده، شما میتونید این اطلاعات همه رو کامل بخونید باز اگه جایی سوال داشته باشید، و بازم اگر همه اینا رو خونید و بازم سوال داشتین، باز میتونید با دانشگاه در ارتباط باشین و بهشون ایمیل بدید و حالا این فرم پر کنید و اون سوالی که دارید رو به طور مشخص بپرسید. من اینجا بهتون اگر که حالا اسکالرشیپ هم باشه من بهتون بتونم نشون بدم. اینجا نگاه کنید، این که نوع اون مدارکی که هست که ارائه میده دانشگاه، و یه بخش دیگه اینجا related scholarship هست. ببینید اسکالرشیپ های کاملا متنوع و زیادی اینجا میبینیم که وجود داره. حالا یه موردی که خود من خیلی توجهم جلب کرد، میبینید که اسکالرشیپ ها خیلی متنوع و میبینید که با علامت دلار هم مشخص کرده که این اسکالرشیپ تقریبا حالا چقدر هست، کمی و زیادیش رو شما میتونید بفهمید. اینجا کاتگوریش اکسترنال هست، یعنی دانشجوهایی که از خارج هم اپلای میکنن میتونن برای این اپلیکیشن، برای این فاند ها در واقع اپلای بکنن. یه در واقع فاندی اینجا، اسکالرشیپی اینجا بود که به طور مشخص برای ایرانی ها هست و این هم حالا توضیحاتش رو داده و میتونیم برای این اسکالرشیپ ها در واقع اپلیکیشن پر کنید و درخواست خودتون رو بفرستید که خب اطلاعاتش خیلی دقیق و در واقع اینجا لرنمور هم گذاشته. به طور مشخص این اسکالرشیپ برای مستر 18,000 تا و برای دکترا 20,000 تا هست که 3 ترمی هم هست دانشگاه کانادا و
6000 تا هر ترم و 6666 تا که 20000 تا میشه. و حالا درسته که برای مستر هم شما خیلی شاید آپشن نداشته باشین، اما گاهن دانشگاه ها میتونن آپشن بهتون بدن. حالا اینا رو که شما دیدید میتونید اینجا هم گو تو اسکالرشیپ اگه بزنید دیگه خیلی خیلی کاملتر بهتون اینجا توضیح داره. خب این از دانشگاه مکمستر کانادا. اما میخوایم بریم حالا یه دانشگاه امریکا رو هم با هم دیگه ببینیم. ما دوباره برگردیم به سایت QS. اینجا رده‌بندی دانشگاه‌های فنی مهندسی امریکا رو می‌بینیم. حالا بریم یه دانشگاهی که خیلی خیلی هم دیگه رنکینگش آنچنان بالا نباشه. حالا البته این دانشگاه همه دانشگاه خیلی خوبی هستن. دانشگاه مریلند رو به طور مشخص بریم ببینیم با هم دیگه. دانشگاه مریلند کالج پارک که دانشگاه بالتیمور هم داره. خب وارد سایت دانشگاه مریلند بشیم. خب این هوم پیج دانشگاه هست. ببینید دانشگاه ها سایت هاشون با هم متفاوته و بعضی از دانشگاه شاید یه مقدار در نگاه اول خیلی یوزر فرندلی به اصطلاح نباشن. ما قسمت ادمیشن رو اگه وارد بشیم یه تب برامون باز میکنه که undergrad و graduate که ما دنبال graduate هستیم. بچه همیشه اگر شما حالا این سایت خیلی خوبه که با هم دیگه وارد شدیم و دیدیم اطلاعات کامل به نظر نمیرسه تو نگاه اول، ولی همیشه اگر اطلاعاتتون رو حس کرد که نمیتونید پیدا کنید حتما بخش ادمیشن هستش تو دانشگاه و تو هوم پیجشون میتونید اون رو پیدا کنید. بنابراین ما اینجا وارد ادمیشن میشیم و از قسمت graduate ادمیشن میتونید پروسس یا پروگرامز رو انتخاب کنیم که حالا وارد پروگرامز میشیم. البته من چک نکردم که این دانشگاه یا بایومدیکال داره یا نه که ظاهرا نداره، پس باید یه دانشگاه دیگر رو با هم دیگه ببینیم. حالا مثلا به عنوان مثال دانشگاه شیکاگو. البته بایو انجینیرینگ هم داشت که حالا مشابه هست، اما حالا چون ما میخوایم برای مهندسی پزشکی این رو بررسی کنیم پس اجازه بدید که یه دانشگاهی رو ببینیم که مهندسی پزشکی داشته باشه. دانشگاه شیکاگو باز قسمت ادمیشن و از قسمت graduate programs. بله اینجا ما بایومدیکال ساینسز رو داریم و البته اینجا یه خورده به صورت تفکیک بندی در واقع دانشکده‌ای آورده. اگر ببینیم خب این هم بایومدیکال نداره. حالا این شاید بتونه برای شما هم یه تجربه خوبی باشه که شما دنبال اون رشته‌ای که هستید بگردید، برید دانشگاه رو ببینید و اینجوری شاید یه خورده راحت‌تر بتونید اون پروسه پیدا کردن دانشگاه اینا رو انجام بدید. خب اینجا ما پروگرام هایی که در واقع هست رو توی دانشگاه پنسیلوانیا با هم دیگه میایم نگاه میکنیم. دانشگاه پنسیلوانیا رشته بایومدیکال انجینیرینگ ببین با هم دیگه داره یا نه که میخواد مثلا که بله بایومدیکال انجینیرینگ، بایومدیکال ساینس داره، بایومدیکال انجینیرینگ نداره. حالا ما بریم با هم دیگه بایومدیکال اینفورمیشن و خب حالا ما یه دانشگاه رو پیدا کردیم که مهندسی پزشکی داره، دانشگاه دوک که توی کارولین شمالی هست. وارد سایتش میشیم. از بخش اکادمیکس ما وارد قسمت گریجویت اسکول میشیم و اینجا پروگرامر رو به اون نشون میده. ما پروگرام پی اچ دی رو دنبالش هستیم. اگر که اینجا یه مقدار بیایم پایین‌تر میریم تو در فاکولتی فیزیکال ساینس و انجینیرینگ ما بایومدیکال انجینیرینگ رو داریم. وارد صفحه بایومدیکال انجینیرینگ میشیم. اینجا یه اطلاعات کلی داده که تعداد دانشجوها رو گفته. یه نکته خیلی مهم که همه دانشجوی پی اچ دی فاند دارن و همینطور پارت تایم نیست تحصیل توی دکترا بر این دانشگاه. و اپلیکیشن ددلاین ها رو هم گفته که 2 اکتبر و 4 دسامبر. خب این 4 دسامبر رو مقایسه کنیم با 15 مارس دانشگاه مکمستر که با هم دیدیم و این خودش نشون میده که دانشگاه دوک چقدر گرفتن پذیرش توی اون سخت‌تر هست به خاطر که رقابت خیلی بالاتره و
به این دلیله که شما این اپلیکیشن زودتر در واقع قرار دادن که فرصت بیشتری داشته باشن برای بررسی اپلیکنت ها. راجع به برنامه تحصیلی و در واقع مواردی که شما میخونید اینجا گفته اپلیکیشن اینفورمیشن اطلاعات مورد نیاز برای اپلای به این دانشگاه ترمای ورودی اسپرینگ و فال و برای اسپرینگ 2 اکتبر و برای فال 4 دسامبر تاریخ ددلاین هست. چه چیزایی نیاز دارید؟ ریزنمرات که به صورت آن آفیشال و غیر رسمی کاملا در واقع برای اپلای کردن اوکی هست و میتونید باش انجام بدید و بعدا ازتون آفیشال ترانسکریپت رو میخواد. این دانشگاه 3 تا ریکامندیشن لتر توصیه نامه از شما میخواد، SOP، رزومه و GRE جنرال رو ببینید که آپشنال هست. اگر برنامه دارید و اگر فرصت این رو دارید و میتونید بدید خیلی میتونه بهتون کمک کنه، اما اگه نداشته باشید هم مشکلی نیست. تافل، آیلز و دولینگو رو هم حالا این دانشگاه قبول داره که حالا این یه شاید مزیت باشه که حالا بتونه شما رو کمک کنه که دولینگو رو هم داشته باشید. و حالا GPA رو هم که باید بگید. نمونه رایتینگ سمپل از شما نمیخواد که این یه مزیت خیلی خوب هست و بعد از اینکه شما این اطلاعات رو خوندید دیگه اینجا میتونید اپلای بکنید. قبل از این ببینیم اگه اطلاعات دیگه هم داره اینجا اپلیکیشن اینفو ما بزنیم و باز کنیم ببینیم. خب همون بخش هست اپلیکیشن اینستراکشن، یه لینکی به ما داده که خب اینجا با جزئیات بیشتری راجع به اون چیزایی که شما در واقع نیاز دارید برای اپلای کردن و گرفتن پذیرش و ادمیشن توضیح داده که خب میتونید اطلاعات رو بخونید و همینطور $95 امریکا هم اپلیکیشن فی این دانشگاه هستش که خب یه بار دیگه راجع به اپلیکیشن ددلاین ها، پروسه بررسی در واقع شرایط شما و یه بخش FAQ که همه دانشگاه ها دارن که خیلی هم میتونه شما کمک کنه. اینجا تقریبا همه اون سوالایی که پرتکرار بوده رو خودشون پرسیدن و جواب دادن بهش و میبینی که دسته‌بندی هم هست و این خیلی جالبه. مثلا شما راجع به آزمون‌های زبان سوال دارید، راجع به توصیه نامه و هر مورد دیگه‌ای که سوال دارید تقریبا شما میتونید اکثر سوالایی که دارید رو جوابش اینجا پیدا کنید. خیلی محدود و معدود باشه سوالایی که شما نتونید اینجا پیدا کنید. و در نهایت بعد از اینکه همه اینا رو ما خوندیم میخوایم اپلای کنیم، وارد این قسمت میشیم، ما رو به این صفحه میاره. اینجا میبینید برای 2024 اپلیکیشن ظاهرا باز هست، ما میتونیم وارد بشیم. این بخش رو من واردش نمیشم ولی این توضیح رو بدم. برای همه دانشگاه ها شما نیازمند این هستید که یک اکانت تو سایت اون دانشگاه بسازید. اگر قبلا اکانت ساختید که این قسمت لاگین میکنید، اگر نه یک اکانت رو میسازید. ما کرییت اکانت رو اگه بزنیم مثلا من بهتون اون شماره اولیه‌شو نشون بدم، خیلی ساده، اسم و فامیل شما، ایمیلتون، تاریخ تولد و اینجا ازتون یه سوال پرسیده که قبلا تو دانشگاه دوک بودید یا نه، که حالا نو میزنید و سابمیت میکنید و خیلی راحت اکانتتون رو میسازید و بعد دیگه از اون قسمت همه اون مدارکی که گفت رو و لازم هست رو باید بفرستید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه و استفاده کافی رو برده باشین. خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها ببینم. تا ویدیو بعدی مواظب خودتون باشین و خداحافظ.